بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هموطنای عزیزم، هم نفس نازنین و دوست داشتنی و همیشگی مجموع برنامه یاد خدا از شبکه قرآن و معارف سیمایلایی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون و البته از طریق امواج و دریچه یاد خدا به امامزاده موسی مبرقع در شهر مقدس قم و البته این ذریح مطهر که مربوط به 40 اختران هست. 40 نفر از نوادگان امامزاده و حضرت جوادالائمه علیه السلام که در این مکان مقدس آرمیدن. انشالله که ما نایب شما هستیم، ولی انشالله که پای شما به این مکان نورانی و خیلی با صفا و مقدس خیلی زود باز بشه انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یادتونه که یک شنبه ها ما خدمت استاد رمزی اوحدی بودیم با موضوع راهکارهای تربیتی از نگاه امیرالمؤمنین، عمدتاً با توجه به کلمات دلنشین و ژرف و عمیقشون در نهج البلاغه. آقا سلام علیکم ورحمة الله، خیلی خوش آمد. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. به محضر جناب عالی، همکاران بزرگوارتون و بینندگان عزیز عرض سلام و ارادت خودم را تقدیم میکنم و برای اونها نیکبختی و سلامتی در دو سرا از خدای بزرگ میخوام. زنده باشین الهی، آمین، به برکت نفس حقتون. آقا ما سراپا گوشیم برای این نوبت از برنامه چی آماده کردیم؟ تو این جلسه در ارتباط با همون تربیت پیشگیرانه میخوایم صحبت کنیم. این یه تیتری است که ما از مفاد و متن روایت ها متوجه میشیم. یک تربیت پیشگیرانه ای ما در قرآن کریم و روایات داریم که اگر کسی اون رعایت مرزهای پیشگیرانه رو انجام بده، به یه معنا داره این ساختمان رو، بناش رو محکم میگذاره. شما یه ساختمونی رو باید بسازید، یا سست یا سفت. ما تو این دنیا اومدیم برای اینکه خودمون رو، هویت خودمون رو بسازیم و ارتقا بدیم. طبیعتاً یه زمینه‌های تربیتی رو باید فراهم کنیم. وقتی امام علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه می‌فرماد که به امام حسن مکتوب می‌نویسن که دل نوجوان مثل بذر میمونه، حضرت داره تصویر میده. یعنی یک پدر باید اول از این بذر رو بشناسه، یعنی باید مفاد و متن تربیت رو بشناسه. بعد حضرت میفرمان دل نوجوان پذیراست به هر بذری. پس معلومه پدر مثل یه باغبان بایستی مهارت تربیتی رو یاد بگیره دیگه، چون حضرت داره یه مثالی میزنه که اون مثال داره به ما یه مفهوم تصویری رو ارائه میده. یکی از لطایف گفتاری و معجزات کلامی امام علی علیه السلام در نهج البلاغه همینه که تصویر محوره. شما قشنگ درک میکنید که حضرت چی داره فرمایش میکنه. بیشتر جاها اینجوری. وقتی که یک پدر میخواد وارد کار تربیت بشه، و در جلسه قبلم عرض کردیم که در روایات ما تربیت به عهده پدره، نه مادر. زاویه ذهن بعضی از بینندگان محترم شاید بر این باشه که نه، تربیت به عهده مادره، در حال که روایتی که ما از رسول الله داریم، چندین روایت داریم از مولا علی صلوات الله علیه تو همین نهج البلاغه داریم که میفرماد پدر باید 3 تا کار بکنه نسبت به فرزندش. یعنی فرزند یه حقی داره به گردن پدر و پدر وظیفه داره. وقتی امام علی علیه السلام میفرمان وظیفه پدر، یعنی بازخواست میشی. بعد حضرت میفرمان 1 نیکو تربیتش کنه، 2 قرآن یادش بده، 3 اسم نیکو براش انتخاب کن. حضرت به صراحت دارن میفرمان امیرالمؤمنینن، امیر بیانن، میفرمان تربیت به عهده پدره. میدونین تلقی عموم چرا اینجوری بوده و هست؟ شاید الان کمتر شده. اینکه خب عمدتاً آقایون بیرون خونه هستند و وظیفه حالا کسب رزق و روزی حلال به عهده آقایونه بیشتر تو دین ما، و مادرها بیشتر خونه هستن. احساس و تلقی اینه که خب پس تکلیف تربیت فرزندان بر عهده مادرانه.
بعد داشتم فکر می‌کردم که الان که عموما خانومام دیگه اومدن توی جامعه و فعالیت میکنن و توی این بخش کسب روزی عمدتا خیلیاشون فعال هستن، عملا دیگه خیلی فرق نمیکنه، هر دو باید توی این مسیر نقششون رو ایفا بکنن که حالا شما میفهمید اساساً اصلا از نظر امیرالمومنین تربیت اصلا بر عهده پدره. همینطوره، به زیبایی بیان فرمودید. ببینید الان یک معضلی درست شده تحت عنوان برون سپاری تربیت. پدر و مادر مشغول کار میشن، بچه رو میسپرن بیرون. مهد کودک، مهد کودک کیه چیه نمیدونی. حس مادرانه رو میتونه کامل منتقل بکنه؟ نمیتونه، چون این خانومی که توی مهد کودک هست چند تا بچه دیگه مثل بچه ما زیر دستشه، نمیتونه پر کنه احساسات این بچه رو، اصلا نمیتونه. بله، ما حس مادری رو طبیعتا نداره، ولی ما برون سپاری فرزند رو بر اساس سیره اهل بیت امر نامطلوبی میدونیم، مگر اینکه ضرورتی پیش بیاد. یه وقتی خانوم یه تخصص ویژه‌ای داره، استاد دانشگاه است، جراح خانومه، معلم، مدرس، خب دیگه استثناست، ولی برای شغلای دیگه برون سپاری تربیت باید روش درنگ بکنه. شما داریم تو سیره حضرت زهرا صلوات الله علیها برون سپاری تربیتی نداشتن ایشون. حضرت زهرا صلوات الله علیها میرفتن بیت الاحزان گریه میکردن، اما حسنین رو میبردن. بعد تو روایت هست که پوست مبارک حضرت امام حسن و امام حسین پوست انداختن، سیاه شدن. حضرت سایبان درست کرد، اومدن سایبانم خراب کردن. سوال، حضرت زهرا صلوات الله علیها چرا اینجا امام حسن امام حسین رو نسپردن دست فزه خادمه؟ چرا میبرید بچه ها رو با خود؟ تا اونجایی که میتونن بچه هم زیر بال خودم. حضرت دارن این معنا رو به ما منتقل میکنن. ببینید ما با نگاه با سیره عملی ائمه‌مون راه رو پیدا میکنیم. این آیت الکرسی که ما میخونیم عروة الوثقی، این ریسمان محکم خدا چیه؟ تو تفاسیر شیعه و سنی بنده جمع کردم نوشتم اینا رو. این عروه پیغمبر اسلام و اهل بیتش. ما با نگاه کردن با رفتار ائمه یه مفاهیم رو دریافت میکنیم. غرض این که ما تو این جلسه میخوایم راجع به تربیت پیشگیرانه صحبت بکنیم. یه مقدمه است دیگه. خانوما میخوان آشپزی بکنن، بعضی از غذاها رو یه مقدماتی آماده میکنن براش. مثلا لوبیا نخودش رو شب میخیسونن، میگن نفخش گرفته بشه، یه مقدماتی. ما اینجا داریم با یک زاویه ذهنی تربیت پیشگیرانه میریم جلو، هنوز به بحث تربیت نرسیدیم. یکی از اون تربیت‌های پیشگیرانه اینه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حدیثی نکته‌ای فرمودن. حضرت امیر صلوات الله علیه فرمودن مادر موقعی که باردار میشه تو 40 روز اول ملائکه‌ای که موظفن این جنین رو نگه دارن 3 تا دعا هر روز از خدای متعال میپرسن. خدایا، 1 این بچه شقیست یا سعید؟ 2 این بچه عمرش کوتاه یا بلند؟ 3 این بچه پر رزق یا فقیر؟ خداوند متعال هم هر روز تو این مقطع 40 روزه به ملائکه‌ای که نگهداری این جنین رو به عهده دارن میفرماد ببینید پدر مادرش چی دعا میکنن. پدر مادرم دعا نمیکنن. حالا اگر شما پیش بعضی از این دانشمندان تکنوگرات روانشناس خارجی برید، میگن آقا این حرفا یعنی چی؟ جنین و ملائکه نگه داشتن، مکالمه، اینا ما نمیدونیم اینا رو. بله، شما خیلی چیزا رو نمیدونید. امیرالمؤمنین امیر کلام میفرمایند، من چند تا حدیثای امام علی رو بخونم اعجاب بکنم بینندگان ما. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند که شب بچه‌ها میخوان بخوابن، دستاشون و لبشون اگر چربه بشورید. موجودات ماورایی میان اینا رو اذیت میکنن، تو خواب بچه‌ها وحشت میکنن. حالا شما اینو به یه روانشناس تکنوگرات بگی، میگه آقا ما اجنه ها رو نمیبینیم، قبولم نداریم. حالا بهش بگو آقا تو قرآن یه سوره داریم مثلا به نام سوره جن، اون کسی که امیر همه ی هستیست میگه مواظبت کن. عمق دید این آقا رو نگاه کنید شما.
حضرت میفرمایند در 15 ماه، امیرالمؤمنین میفرمایند 15 ماه و اول ماه بچه دار نشید، چون شیاطین علاقه دارن شراکت کنن تو این بچه. چون استحضار دارید آقا که در سوره مبارکه اسراء خداوند آیه 64 اسراء خداوند اجازه شراکت در نطفه رو داده به شیطان. عجب. و ما باید اینا رو بدونیم. این که عرض کردم تو نامه 31 نهج البلاغه امام علی میفرماد پسرم دل جوان، امام علی به امام حسن، دل جوان مثل یک مزرعه میمونه که میخوای توش بذر بکاری. این که پدر باید بدونه این بذر چیه. ببینید بذر شناسی میخواد، به موقع کاشتن میخواد، رسیدگی میخواد، زمینه کاشت رو ببینید دقیقاً حضرت داره به ما اینا رو منتقل میکنه. خیلی ممنونم. یعنی دقیقاً مثل اون کسی که کشاورزی که اون بذر اون دانه رو میخواد در خاک بکاره، اون تمهیداتی که به خرج میده برای اون دانه چه دانه‌ای باشه و بعد اون زمین چه زمینی باشه و بعد چه مراقبت هایی تا اون ریشه بزنه و بعد جوانه بزنه و ساقه بیاد بالا و ثمره‌ای برسه. همه اینا رو ما درباره فرزند در روایات داریم که باید چه بکنیم. بله همینطور. تا بتونه اون ثمره حاصل بشه. خب اینا رو میشنویم ان شاءالله. تو بخش بارداریش فکر میکنم بیشتر تمرکز دارن استاد احدی. بعد از فاصله که میگیریم و برمیگردیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. منم مثل شما سراپا گوشم و دارم حظ میبرم از فرمایشات استاد رمزی احدی با فرمایشاتی که از امیرالمؤمنین میفرمایند در ارتباط با در واقع تشکیل نطفه و بارداری و اون مراحلی که داره. بفرمایید. معذرتون عرض کنم که امام علی فرمودن تو اون 40 روز اول که خانم باردار میشه، اون ملائکه‌ای که رحم بچه رو در رحم نگه میدارن هر روز تو این 40 روز از خدا 3 سوال میکنن: خدای این بچه فقیره یا غنی، شقیه یا سعید، عمرش طولانیه یا کوتاه. خداوندم میگه ببینید پدر و مادرش چی دعا میکنه. بعد مولا علی صلوات الله علیه میفرمان بعد از 40 روز خداوند یه چیزی رو مقدر میکنه و در ناصیه این کودک مقرر میکنه. یعنی تا 40 روز هنوز در واقع اون تقدیر در نظر گرفته نشد. بعد 40 روز بله، با توجه به دعایی که پدر و مادر. حالا ممکنه بینندگان ما بگن خب آقا ما بچه‌هامون رو براشون یه همچین دعایی تو اون 40 روز نکردیم. خدا رحمت کنه ما رفیق داشتیم شهید شد، میگفت آقا ماهی رو هر موقع از آب بگیریم میمیره، اشکالی نداره همین الان دعا کنید. 40 روز گذشته پسرتون 40 سالشه، براتون خدا نگه داره. 2 رکعت نماز بخونید، بگید خدایا ما این کلام حضرت مولا علی صلوات الله علیه رو نشنیده بودیم، ما رو بچه‌هامون رو سعید قرار بده، عمرشون رو طولانی قرار بده، غنی نگهدار و 3 تا از 30 تا دعا کنید. قالت الیهود ید الله مغلوله. یهود میگه خدا دستش بسته است، ما که همچه اعتقادی نداریم، میگیم ید الله فوق ایدیه. برای همین این نکته است. ولی خب ببینید حضرت از کجا داره شروع میکنه. بعد اون دعاها هم 3 تا، یکیش روزی زیاد، یکیش عمر زیاد، یکیش عاقبت به خیری و این. شقی یا سعید بودن. بله ببینید ما به شمر میگیم شقی، به جناب شهید سلیمانی میگیم سعید. بعد امیرالمومنین اینجا یه فرمایش دیگه هم دارن. حضرت امیر میفرمایند تو دوران بارداری رو بچه‌هاتون اسم بگذارید. سوال کردن خب اگر آقا ما نمیدونیم دختر یا پسر، حضرت فرمودن بی اسم نباشه، یه اسم مشترک بین دختر و پسر بگذارید، چون اگر بچه سخت بشه روز قیامت جلوی پدر رو میگیره نه جلوی مادر. پس معلومه پدر مسئول تربیت. میگه چرا رو من اسم نگذاشتی؟ یا احتمال بدیم برای اگر پسر بود این، اگر دختر بود این. بله. بعد در ادامه امیرالمومنین استشهاد میکنن به رفتار و سیره رسول الله تو این حدیث. میفرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که فاطمه صلوات الله علیها باردار شد اسم بچهش رو به عنوان محسن انتخاب کرد. پس ببینید اینم از اون نکات. البته اسم انتخاب کردن تو احادیث ما خیلی آثار داره، نزدیک 40-50 تا روایت ما فقط راجع به اسم، آثار اسم، چه اسمی بگذاریم، همه رو بنده جمع کردم. همه رو هم داره. اسم آثار داره. مثلا امام باقر علیه السلام میفرمایند تو خونه‌ای که اسم محمد هست یا علی هست وقتی بچه رو صدا میکنن میگن محمد بیا. امام باقر میفرمایند شیاطینی که این بچه رو محاصره کردن عین سرب ذوب میشن.
چون جناب قوامی اطراف ما و درون قلب ما یا شیاطین حضور دارن یا ملائکه، شکل سومی هم نداره. عجب. بعد اسم رو که صدا میکنیم محمد میریزن، یعنی ملائکه حاضر میشن. اسم آثار داره، لذا ائمه ما اهتمام داشتن. پس تو خونه ای که مثلا 4 نفر 5 نفر دارن زندگی میکنن، اسما محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ایناست دیگه، اینجا همش سرشار از حضور ملائکه و ایناست. بله، چون ببینید هر جفت این جریانی که بر شما آوردم یه الهاماتی دارن برای ما به صراحت آیات قرآن، که من تو جلسات بعد بحث شیطان به عنوان یک عامل تخریب کننده مسیر تربیت و انحراف بچه‌هامون یه روایت‌های خیلی زیادی داریم از امام علی علیه السلام، تو جلسات آتی خواهم گفت انشاءالله. ولی میخوام به شما بگم که بالاخره وظیفه پدر چی بود؟ تربیت، نام نیک و یکی دیگه هم بود و قرآن یاد. قرآن. میخوام اینو به شما عرض کنم، همین امام علی علیه السلام در ارتباط با لقمه حلال در دوران بارداری به فرزند دادن تاکید دارن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی به اصحابشون فرمودن موقعی که خانمتون باردار هست در تربیت فرزندانتون به همسرتون و به خانمتون کمک کن. اصحابی که اونجا نشسته بودن یه مقدار بی سواد بودن، چون با رسول الله صلی الله علیه و سلم نباید اینجوری صحبت کرد. نشانه بی سوادی ایناست. گفتن آقا صبر کن بچه به دنیا بیاد، پیغمبر نمیدونه، شما باید بهش بگی آقای با ادب. این نحوه صحبت کردن با حجت خدا، با پیغمبر خاتمه. پیغمبر فرمودن گفتم موقعی که بارداره کمک کنید به تربیت فرزندتون در رحم خانمتون. گفتن آقا چجوری؟ حضرت فرمودن با دادن لقمه حلال اون به زنتون. ولذا تو قرآن ما آیه داریم وقتی شما لقمه حرام میخوری دست شیطان تو وجودت باز میشه، هر کاری بخواد میکنه. گفتم تو جلسات شیطان شناسی در جلسات آتی خواهم گفت که ما به عنوان زاویه دید ما به شیطان به عنوان یه عامل تخریب کننده تو مبحث تربیت چقدر میتونه موثر باشه. امام علی علیه السلام یه سری پیشگیری‌های تو این دوران داره. مثلا حضرت میفرمایند که این بچه‌هاتون وقتی به دنیا اومدن مادر آب انار زیاد بخوره، خود بچه هم هر موقع دیگه پا داد انار زیاد بخوره، دندوناش هم محکم میشه هم زود در میاد. ببینید اینا جزء دستورات پزشکی حضرته. بعضی از بینندگان ما چون من مواجه میشم خیال میکنن ما تو اسلام احادیث تربیتی نداریم، احادیث روانشناسی، همه چی مربوط به معنویات و عبادات و همه اینا مال دنیای غربه. آره. اینش جالبه، همه اینا مال دنیای غربه، ما اصلا هیچی نداریم. پیغمبر اسلام مظهر هدایت طبیب دواره. بعد این طبیب دواری که حضرت مولا امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه ایشون رو به عنوان یک وجود شریفی به عنوان طبیب دوار معرفی میکنه، نمیدونم نعوذ بالله مباحث تربیتی رو هیچی هم نگفته راجع به اینا، در حالی که اینطور نیست. ریزشو دارن میگن. دستورات حدیثی پزشکی داریم ما از رسول الله. تازه یه چیزایی داریم که اونا نمیدونن. مثلا میگم حضرت زهرا صلوات الله علیها میفرمان مادرها موقعی که میخوان بچه رو شب بخوابونن دست بچه چرب نباشه. همین حدیث رو امام علی هم فرمودن. و سوره کافرون رو بلند بخونن تا اجنه ها بچه ها رو اذیت نکن. حالا شما برو به یه آقای تکنوگراتی که تحصیلات غربی داره بگی، میگه آقا اجنه ها چیه؟ مثلا بگی آقا چیش زخم، میگه آقا چیش زخم چیه؟ مثلا بگو لقمه حروم. پیغمبر فرموده به خانوماتون لقمه حروم ندید در دوران بارداری، به تربیت بچه‌هاتون کمک کنه. نه لقمه حروم یعنی چی؟ من این سیب درختی رو زیر میکروسکوپ میگذارم آزمایش میکنم به کمپلکس داره، اون یکی سیبم میذارم همینه، همین موادو داره. ولی تو دیدگاه ما این 2 سیب یکی نیست. این سیب حرامه، دزدی شده، این سیبو دزدیدن، این سیب حلاله. تو میگه هر جفتش به کمپلکس داره، ما میگیم آثار لقمه حلال و حرام با هم فرق داره. لذا تو قرآن پیغمبرا رو خدا دستور چی میده بهشون؟ یا ایها الرسول کلوا طیبات، غذای حلال و طیب بخورید، بعد اون موقع عمل صالح میتونید انجام بدید و عمل صالح انجام میدید. به هم میزنه درونتون. ولی خب الان مثلا یه آدمی که میگم تکنوگرات مثلا روانشناس آمریکایی میگه آقا ببین این نون سنگک با این نون سنگک من زیر میکروسکوپ تو لابراتوار دیدم هیچ فرقی با هم نداره، اون عناصر که باید داشته باشن هر جفتشون داره.
در حالی که اگه این یکی اگر لقمه حرام باشه نابود میکنه بچه، به صفاکی میرسونه. امام حسین روز عاشورا چی گفت؟ چرا باید قوامی با اون سپاه؟ معنی شکم‌هاشون از مال حرام باشه. پسر پیغمبر رو با اون وضع کشت. بله همینه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید در قرآن سوره کهف، بعد از اینکه اصحاب کهف از خواب بیدار میشن، به اون رفیقشون میگن میخوای بری داخل شهر غذا بگیری، غذای ازکا بگیر، غذای تمیز بگیر. مثلا ما یک کتابی داریم که کتاب فقهی شیخ هور نوشته به نام وسائل الشیعه. 2 جلد از این کتاب فقط راجع به خوراکی هاست. مهمه، مبحث مهمیه، چون هویت انسان رو میسازه. بعد امام علی علیه السلام میفرمان یه مراقبت های بهداشتی روانی و جسمی برای ما تو این مرحله حضرت تبیین میفرمان. یعنی هم بهداشت روانی رو حضرت اشاره میکنن، هم بهداشت جسمی. مثلا تو بخش بهداشت جسمی شاید برای شما جالب باشه، دیدید بچه‌ها 2-3 سالشون ماماناشون براشون از این انگشترای الکی میخرن آهنیا. حضرت نهی کردن که بچه تو این سن انگشتر آهنی دست کنه. عجب. ببینید چه ظرافتی داره بیان حضرت. ممکنه تا 100 سال دیگه هم کسی ندونه علتش و اثرش روی این بچه چیه، ولی ببینید دقت بیان رو ما بدونیم و ندونیم باید اطاعت کنیم، چون به این خانواده متصل به وحی هم. پیغمبر به ما آدرس داده در خونه اینا بریم، اینا میدونن چی دارن میفرماین و ما نمیدونیم. خب ما باید تبعیت کنیم. بعد شما نگاه میکنید حضرت امیر صلوات الله علیه، یکی از اون دستوراتی که بالاخره هست همین مبحث اذان و اقامه گفتن به گوش. ببینید تلقین، یه بحث پردامنه‌ای که در روانشناسی امروز هم مطرحه. ریشه تلقین تو دین اسلام هست، خیلی جاها مطرح شده. حتی ببینید ابتدای تولد ما تلقین میگیم به بچه، اذان و اقامه میگیم. موقعی هم که شخص میمیره بعد مثلا 70 سال 80 سال اونجا هم دوباره تلقین میگیم. یعنی تلقین یه مبحث جدی تو دین ماست. تولد و موت تلقین میگیم. حالا مثلا یه آدم تکنوگرات میگه آقا این که مرده دیگه نمیشنوه. چرا میشنوه؟ از نظر علمی ثابت شده آخرین عضوی که تو بدن از کار میفته گوشه. روایت‌های دیگه هم داریم به صراحت که گوش میت میشنوه. دیگه حالا من نمیخوام به اون مباحث بپردازم، میخوام اینو عرض کنم که مبحث تربیت فرزند یک پیشگیری هایی داره تحت عنوان این چنینی که داریم برمیشماریم تو این جلسات با عنوان تربیت پیشگیرانه. اگر اینا زمینه‌هاش درست فراهم بشه تو مراحل بعد راه روانتر و نتیجه بخشتر خواهد. الهی آمین. انشالله خدا توفیق عمل به این آموزه ها رو به همه ما عنایت کنه. عواملی ندارین؟ سلامتی باشه.